وقتی که دوست میگوید دوستی میگوید قلب انسان با خداوند پیوند میکرد، چون که برای دوست دایم معتبر باش، برای اون چراغ شعله‌ور باش، چه خورشید که میبینی به گردون عزیز مردمان بحر بر باش. در راه دوستی خلقها پیش از همه خدمت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزاییف در نقش تاریخ، در نقش آبادی خلقها، آبادی قلبها، آبادی راهها، آبادی زندگی آسایشته وحدت سرا پرچم گرده است. برای دو پرزیدنت کشور یک قرض زدن، یک قبول شما بگذار در سیاست تو ما نمو کنیم، بگذار چون غروری تو ما گفتگو کنیم. هنرمندی محبوب شهر سمرقند حسن جان نورالله، سمرقند مرا کندش منو تو، همه مهر و همه پندش منو تو، بخاری آبرومندش منو تو. پیش از آن که ما سخن کنیم فرزند استاد عزیزم دلاوری لایق آمدگی، استاد فرزند استاد لایق دلاوری لایق و دعوت میکنم از جمهوری ازبکستان شوکت سلام شما رو بسند دعوت میکنم، چون که دوستان عالی قدر من کلسه مهمان گریده بالی یوزی پروانه بول، کلمسه هیچ که سراغ غم اله هم خانه بول. مرحبا مرحبا فرزند استاد عزیزم استاد لایق، من میخواستم مادرک جان استاد عزیز و صحنه در اکران نشان دهید. استاد عزیزم بار دیگر خوش آمدیدتان. برای استاد لایق روح ارواحشان از ما به شما شاد باشد، از این خلق از این ملت، چون که افتخار از آن داریم که استاد لایق داریم. مرحبا. درود بر دوستان عزیز. چه خوب پسندیده است که در طرف عید وحدت شاعر وحدت سرای ما حبیب جان در اینجا جشن برگزار کردند که این ادامه جشن‌های قدیمی هست. بیشتر که استاد طاهری اینجا ظهور دارند، در اینجا اشتراک دارند. در سالهای 80 یکی از بزم‌های اولینی که بزم شیر و شکر بود استاد لایق و استاد جلبه مرادوف برپا کرده بودند و این برنامه وحدت امروزی ما تمام همون شیر و شکرهای استادانی بود که امروز گذشته ساده است. و ببینید که با این وحدتی، با این شعر وحدت سرایشان حبیب جان تمام هنرمندان، شاعران و همه دوستان عزیزشان از تمام گرد و کنار جمهور و حتی بیرون از جمهور مهمانان رو امروز جمع آوردند. این هم یک قدمی است برای وحدت ملت، وحدت کشور ما. و استاد لایق در سخنرانیشان بیشتر همچون یک وادی زرافشان نه، بلکه یک ولایت زرافشان سخنرانی میکردند و این از سرگاه مشچا و آخر تا شهر بخارا گویی که یک ولایت زرافشان بود. و ببینید که امروز اون ولایت زرافشان امروز وحدتش ظاهر میشد. ببینید استادان عزیز از شهر سمرقند آمدند و این تحفه گرانبهاشان و شما هدیه یکی از کتاب‌هایی که هم به زبان تاجیک هم به زبان ازبکی در نشر شده است و یادگار میماند به شما. و اینچنین دوستان خیلی زیاد از شهر سمرقند آمدند که حاضر اکوی مهربان اینجا معرفی میکنند. بار دیگر عید وحدت به همین ما مبارک باشد. هزار رحمت برای سخنهای سمیت دلاور جان فرزند عزیز استاد لایق. بید یک قرصک زنید. سلامت باشید. در حقیقت استاد لایق بودن که زنده باش ای چشمه الهامی من، خلق من ای اصل ننگ و نام من، و روی سرخ و چشم سیر و بخت سبز آبروی و عزت و اکرام من. اینک از جمهوری ازبکستان شرقدین سلام. مرحبا. السلام علیکم هموطنان. من امروز همین قدر صحنه را تشکیل کرده ناحیه را حاکم خوش با رحمت ضد پرزیدنت ها با رحمت من 50 سال بازم استاد جلبه مرادوف مخلصم. 74 سال 79 سال استاد یمده شهر مخلصم. هم
کنسرت‌های استاد پر اشتراک کردگیم. ماهش به دوشنبه به هم هیچ کس من اینجا به دعوت نکرده است. همونجا من آمده اشتراک کرده بودم. همه سرخط به اصلاره که صنعت به سرخط نیست. اصلاره هم تو گذشتن و ایره بعد صنعت هم قطار همون آمان هم گشتگیم ده. باید ارتباس بودم. دمیر به دعا کنید اون دمیر به دعا کنید اون دمیر رحمت سلام شما همیشه صلح باشد تنجی امان باشد رحمت حسن جان عزیز رحمت بچه جان اکرام نکلام بردگار سلام به آسمان این دیار زرشم پای انداز شما خوش آمدید رحمت کلام وقتی که حسن جان نورالله میگوید تمام سمرقند تمام وجود مرد و سمرقند پیش نظر جلوه‌گر میگردد و اینک بلبل شیر زمان حسن جان نورالله مرحبا شاگردی عزیز استاد جورمی مرادوف مرحبا السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان عزتمند از نام تمام خلق سمرقند از نام راهبریت ها به همه شما سلام گرم و جوش و من شب بیگانه حبیب جان من به یک شعر دادم در یک شب باید تیار کردن جدا کاری مشکل اینه همه میدونم همه حرکت میکنم یک بالا بده خوندم بگی خیلی از نام سمرقند من حاکمی تایلان اسکندر همراه من آمدم لطفه که راهبری افغان ارکینک همراه آمدم برای چی؟ برای خاطری حبیب جان من شب بیگانه تلفن گفتم که جره من استاد جربی مرادوف جربی نبی برنامه ساخت و دیگر ششمخان حافظ ها از شاعرها لایق شیرعلی کمال نصرالله فضل‌الدین محمدی میرزا ترسونزاده باقر رحیمزاده جلال اکرامی بازار صابر اینا هم ماشاءالله حوض کرده شما شاعر شده ما حافظ شده البته این حافظی هم کار دشوار دوستی خلقها تا آخر عمر همخیر دوام کرد فقط توی خورسندی و تیمجی آسایشتگی باشه اما تا شما من حرکت میکنم چون این شعر شب بیگانه گرفتم خیلی کمبودی شدم بزن جهانی من پدر جانم توی تو فراغی چشم افغانم توی تو جهانی من پدر جانم توی تو فراغی چشم میپزمانم توی تو اگر دنیا سراسر باغی سبز گلی میهنم گلستانم توی تو گلی میهنم گلستانم توی تو زرافشان گیر زرد از ده حیما ولی عرقی زرافشانم
که خورشیدی درخشانم توی تو جهانی من پدر جانم توی تو فراغی چشم میپزمانم توی تو دوستان عزیز یک قدم به پیش دو قدم قبل آدم فکر میکنند در حقیقت تاجیکستان قریب نیمش اولاد ما بیم اولاد ما روابیا داشته بودیم خیلی میانه رها محکم شد من دو راهبری دولت راه کشیدن من حبیب جان پدرشان گتی هم دسترخوان شدگی مادرشان گتی هم در دسترخوان شدگی رو ارواحشان شاد باشد همین جوریکم بود عمری دراز تید یک قرصک میزان برای امروز اما تا من هم نمیکنم سوال نمیشه برای حسن جان عزیزی ما با حسن جان چنین درد و غمی نبینی همیشه سلام باشین سربلند باشین در حقیقت ما تشنه دیدار شما هم بیارم هستیم مهر و محبت شما با درست است که بسیار هنرمند نامی جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن با احترام شما آمده شعر فرزند شما در این صحنه در نزد شما خواند حلالش با تمام مادر هم پدر هم خلقی که چنین احترام دارد این هم شخصی جمهوری تاجیکستان شعار پیشوای ملت وحدت سعادت خلق و صحنه هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین رحیم مرحبا بسیاری یار دوستان و مهمانان مردم زیبا منظری زرافشان اولا همه شما رو به این بارگاه خیلی مقدس خیر مقدم میگم ما با تبریک استاد عزیز حبیب سلیمانی آمدیم حبیب سلیمانی یکی از شاعرانی هستند که واقعا هم در تک و پوی زندگی است استاد واقعا هم اشعارشان سر تا پا عشق است محبت است واقعا هم وطن سرا و وحدت سرا هستند شما بزرگترین شخصیت هستید که این فرزند از دیار شما برآمده است که امروز راهبر مجمع کودکان هستند دیرکتری مؤسسه و نشر کودکان هستند که در پایتخت نه هر کس با میسر میگردد این افتخار شما است حبیب سلیمانی واقعا هم خیلی اشعار خوب دارد من گرچندی زاده حصار باستانی هستم همگان دوستشان میدونم اینجا من رئیس شستم اکا فراد واقعا هم من نان نمک این دیار را زیاد میخورم خود ایستادم من نیز فرزند همین دیار هستم یه عضوی این خاندان هستم برای این زمین زرخیز هزارها شاعران و نویسنده ها و رولمردان و هنرمندان را با وی رساندم من استاد جوربک مرادوف هنرمند اتحاد شوروی که واقعا هم من از گفتار و از رفتار و سخنرانی اونا لذت میبرم من خود را شاگرد استاد میگذارم برای همین ما امروز با تبریک استاد حبیب سلیمانی آمدیم تبریک میکنیم یک سردکی نام ایجاد کردیم ما نام یک 3-4 روز از پاریس از فرانسه آمدیم یعنی که برشده به 700 سالگی بزرگداشت خواجه حافظ اونجا در ترارگاه یونسکو یک برنامه شام شش مقام برگزار کرده بودیم خب اومدیم استاد گفتم که یک سردی نام برای شما خدا خواهد تحفه میکنم بار دیگر استاد مبارک باشد قلمتون همیشه بالا باشد سلامت باشید رئیس خوش آمدید سلامت
Adem,
تشکر زیاد جان خواهش کردم یک سرود می‌رقصیم یک سرود می‌رقصیم می‌کنیم حسار شادمان تو شادمانی الهات آباد آباد مانی سربران باشید سعادتمند باشید دوستان عزیز ای کاش غم بمیرد و غم راضی دل برد آزرده نبینم و آزردگی مرد قصد همه پس نداد شادی فزون شود رشک و حسد بمیرد و پژمردگی برد آدم برای آدمی آدم نوا شود عالم برای زندگی پر از صفا شود این نعمت خداست که خلق آفریده است بین همه محبت و وحدت سرا شود از نام معاون کمیته انداز حکومت جمهوری تاجیکستان بختیار سلطان کمیته انداز حکومت ناحیه عینی این گل با احترام من به احترام شما با احترام وحدت هزار رحمت حقی بر ما مهر دارد خانه‌اش آباد باد این وقتی تو خوش که وقتی ما خوش کردی وقتی ما این مردم را دیدارش با شما خوش کردیم خداوند شما را خوشبخت گرداند برای دوستی عالی قدر بختیار سلطان یک لحظه به شما عزیزان هزار رحمت بسم الله
مبارک شهر گرفت و جشن وطن مبارک. هزار رحمت عزیز سلامت باشید سربلند باشید جانی بابا مرحمت بعد این خیلی گلدستی گل چنبر کلان حکومت جمهوری تاجیکستان